سلام دوستان، امروز میخوام براتون خمیر با طعم نوشابه کوکا بزنم. این خمیر نیم سنگک با طعم نوشابه. این مقدار نوشابه تقریبا 300 میل میشه که به نیم کیلو نمیرسه. خمیرون قاطی میکنیم با آب خمیرون. اگر زیاد باشه نوشابهتون، طعم خمیرتون گفتنی تو موقع پخت از هم میپاشه. پس دقت کنید که زیاد نباید بهش نوشابه بزنید. نوشابه زیاد خودش باعث میشه که خمیر زود خراب شه، چون شیرینه و از مواد مغذی استفاده میشه. بخاطر این سعی کنید به اندازه نیازها عزیزانی که دوست دارم تو خونه خودتون نون سنگک پخت کنن، میتونن با ماکروفر نون سنگک با کیفیتی درست کنن. البته باید دقت کنید که ریگی که میخواین استفاده کنید حتما باید ریگ رودخانه‌ای باشه یا خود نونوایی محلتون رو تهیه کنید، بیارین بزنین داخل سینی ماکروفر، بذارین داخل ماکروفر رو هم بالاش روشن کنید هم پایین رو 150 بذارین. قشنگ خوب که داغ شد ریگاتون، بعد میتونین سینی رو بیارین بیرون، خمیرتون رو ریگا رو کش بدین، سینی رو بذارین داخل. دقت کنید که شعله بالای ماکروفر باید خاموش کنید، فقط با شعله پایینی حرارت غیر مستقیم تا بتونید اون رو با کیفیت و مورد پسندی درست کنید.